سلام گیمر، چطوری؟ مجید گیمرم و خیلی خوش اومدین به این ویدیو. در این ویدیو یه چالش دارم برای خودم. بازی بعدی هم یه چالش دوباره که ویدیو بعدی هم یه چالش میخوام برم. این چالش که میخوام امروز برم اینه که ببینید با اسنایپ تو هاردپوینت اونم شیپمنت چند تا کیل میتونیم بگیریم و تو بک نیست، این داخل مچ معمولیه که امیدوارم بات نیفته، پلیر بیفته واقعا و بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. من یکی از فرندام هم هست میارم، مثلا اگه قبول کنه که نه. خب من رفتم داخل مچ و دیدم همشون باتن، تصمیم گرفتم که بیام برم تو پرایوت پرچم بزنم و با پلیرهای واقعی پلی بدم. اینجا هم گذاشتم هارد پوینت شیپمنت و پرچم زدم. خب ما بعد از حدود 10 دقیقه وارد بازی شدیم. الانم لایف به صورت لایف صحبت کرده بودم رو ویدیو، ولی چون خب به هر حال یک ذره نویز داشت، گفتم خب ویدیو قبلی هم نویز داشت، اینم نویز داشته باشه خب اذیت میشن بیننده ها، برای همین اومدم روش صحبت کردم و اون صدای اصلی رو حذف کردم. و اینکه بعد از مدتی بازی شروع شد، یه نفر تایم اوت خورد، بعدش یکی از ماها لفت داد و شد بازی 4-5. اونا بیشتر از ما بودن و خلاصه که به نظرتون ما میبریم یا اونا میبرن و به نظرتون چند کیل میگیریم؟ مثلا من چند کیل میتونم بگیرم و تایم میشم فکر نمیکنم انقدر زیاد بشه. تایمش خیلی زیاد شد ولی فول مش دیگه، صورت فول مش براتون میذارم و اینکه بگین اگه شما داشتین بازی میکردین چقدر کیل میگرفتین به نظرتون؟ به نظرتون مثلا 70 تا میگرفتین، 100 تا میگرفتین، چقدر میگرفتین؟ همه پلیر ها هم همه انمی ها هم پلیر بودن، اصلا بات توشون نبود. و بعد یه زمانی که گذشت ما شدیم 2 نفر در مقابل 3 نفر، یعنی خیلی ها لفت دادن. و یه چیز جالب، ما اصلا به انمی ها و به یارای خودم هم اصلا نگفته بودم بازی اسنایپ، همه خودکار به صورت خودکار اسنایپ برداشته بودن و خلاصه یه چیز عجیب غریب بود، همه اسنایپ برداشته بودن و دمشون گرم که اسنایپ برداشتن و گان نکشیدن. و خلاصه که بازی جذاب و قشنگ شد، تایمش هم طولانی شد ولی جذاب بود. تا آخر ویدیو حتما ببینید که یه چیز فوق‌العاده‌ایه، یعنی بی‌نظیر. یعنی واقعا نه انتظار داشتم اونا اینقدر قوی باشن و نه انتظار داشتم ما اینقدر قوی باشیم. پلی و کیل ها اینقدر زیاد بود و نمیدونم چرا واقعا. یعنی من موقعی که تو روم بودم هارد پوینت گذاشتم شیپمنت و امتیاز رو هم بردم رو 300. نمیدونم هارد پوینت تایمش طولانی تره یا چه اتفاق افتاد، فکر کنم با حدود ربع ساعت طول کشید و ما داشتیم ربع ساعت قشنگ بازی میکردیم و ولی خیلی کیف داد قشنگ. یعنی پرچم زدم و افرادی وارد شدن که اصلا نمیشناختمشون، اومدن پلی دادیم و خیلی خوش گذشت واقعا. یعنی یکی از مچ‌هایی بود که خیلی بهم کیف داد. و با ویدیوی بعدی یه چالش دیگه میخوام برم. کسایی که یوتیوبرن من نظرم این چالش ها رو برن، جذابه این چالش ها. و خیلی تلاش کردم، خیلی اسنایپ زدم تو این بازی و واقعا یه تمرینی هم برای خود آدم میشه که خودش هم بسنجه، ولی انتظارش هم یه ذره کیلام بیشتر باشه. یعنی وقتی ما داریم ربع ساعت بازی میکنیم کیل ها نظرم باید بیشتر باشه، ولی شاید چون من تا حالا واقعا هارد پوینت شیپمنت اونم اینجوری تایم بالا 300 امتیازی بازی نکرده بودم، به نظرم باید کیلام بیشتر می بود، ولی کیلام هم بد نبود. حالا بردیم و باختیم هم نمیگم بهتون فعلا، که ببینید تا آخر ویدیو. حالا خلاصه داشتم در این مورد صحبت میکنم که ویدیو بعدی چالشش هم چالش متفاوتیه که یعنی
خیلی وقتم هست انجامش ندادم. حالا نمیخوام لوش بدم. ویدیو بعدی خلاصه جذاب، منتظرش باشید که احتمالا فردا براتون آپلود میکنم. یعنی این هفته میخوام 2 ویدیو داشته باشیم، هفته بعدی دوباره همینجور ویدیو بذاریم که تا مهر و مدرسه و اینا شروع نشده ویدیوهامون بیشتر بشه. و ویدیو بعدترینمون، یعنی ویدیو بعدی نه، ویدیو بدترش، یه آموزش میخوام بذارم براتون. یه آموزشی که مختص همین اسنایپه. نمیخوام بگم مثلا راز اسنایپ ها چیه یا مثلا بخوام آموزش اسنایپ بهتون بدم، چون اکثرتون بلدین. میخوام یه چیز متفاوت بذارم در مورد اسنایپ که حالا نمیخوام لوش بدم اونم. خلاصه که در مورد اسنایپ و اسنایپرها آماده باشن که یعنی قشنگ کیف کنن. خیلی آموزشی و به درد خود منم خورد یعنی. و خلاصه آره دیگه فوق‌العاده است اونم و منتظرش باشین. و آره دیگه خلاصه منتظر این 2 ویدیو باشین که خیلی جذابن. و سیزن جدیدم که اومده و گان جدیدی هم که اومده، فکر کنم شاتگانه که هنوز بهش نرسیدم. اونم احتمالا در موردش یه ویدیو بسازم که ببینیم بررسیش کنیم چه جوریه. و خلاصه که ویدیو رو ببینید، لذت ببرید. خیلی بد بود اینجا موقعی که هارد پوینت اینجا میماد، اکثر انیمیا تو این چیزا کمپی کردن، ولی کلا هم انیمیا قوی بودن هم یارای من قوی بودن و دمشون گرم که تا آخرش حداقل 1-2 نفر موندن و بازی کردیم. و حیف شد، یه جا میخواستم نوک بگیرم نشد، یهویی مردم، یهویی منو زدن. خلاصه رو دیگه ببینید و لذت ببرید و کیف کنید که بازی خیلی جذابی شد. تا اینجا هم ما جلویم، ببینیم تا آخر بازی ما جلو میمونیم یا نه اونا کامبک میزنن. ببینید دقیقا همینجا بود که من میخواستم نوک بگیرم و همینجا یکی منو زد. همینجا بود که یکی منو زد. حیف شد، اگر نمیزد احتمال نوک گرفتنم بالا بود، واقعا بالا بود. حیف شد چون میتونستم نوک بگیرم و بازی خوبی شد. و یه نفر بود هی میخواست ما رو نایف کنه، نتونست. اینجا من مردم، خیلی بد بود اینجا مردم. یکی میخواست هی نایف کنه نمیتونست و فکر کنم لفتم داد وسط بازی، لفت داد، دید نمیتونه نایف کنه، لفت داد. و بازی خوبی شد، کلا پر از اسنایپر، پر از موومنت، پر از خوب، خیلی خیلی خفن شد واقعا. تا آخر ویدیو ببینید و ببینیم که کی میبره. و آره دیگه. و یه سال شما اگر بودید این سوال کردم، شما به نظرتون اسنایپ خودتون از 10 مثلا چند؟ مثلا اسنایپرهای خیلی خوبی وجود دارن که اونا رو بخواید مثلا 10 در نظر بگیریم. مثلا منی که الان اینجا اسنایپ زدم و بخواید مثلا 4 در نظر بگیریم، برای مثال دارم بهتون میگم، 4 در نظر بگیریم و اینجوری که من اسنایپ زدم، شما از 10 به خودتون چند میدین؟ یعنی اسنایپتون ضعیفتره، اسنایپتون قوی تره؟ اگه منو 4 در نظر بگیریم، اینو دارم مثال میزنم که شما بتونید مقایسه کنید و به اسنایپ خودتون از 10 یه عددی بدید. اینو اصلا کامنت کنین که ببینیم چجوریه وضعیت اسنایپرهای ایرانی.
خب دیگه به آخر ویدیو داریم نزدیک میشیم و این بازی رو هم خدا رو شکر 282 بر 257 ما برنده شدیم. یارم هم MVP شد با 75 کیل. لایک ویدیو فراموش نشه، سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید و به اون سوالایی که ازتون در طول ویدیو پرسیدم جواب بدین و برام کامنتش کنید. و آمار منم 70 کیل بود که در جلوتر آمارم هم میبینید و در کل بازی قشنگی شد. مرسی که تا آخر ویدیو تماشا کردید. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.